سلام و صبح بخیر. در آغاز هفته نوی کاری و در روز دوشنبه 4 مارس من طاهری سفر در نوید بامدادی با شما هستم. امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشید و آرزو داریم تمام هفته شما با برار و خوب باشد. شروع میکنیم از وضع هوای امروز که در سوغد و ختلان اندک بارانی می شود. حرارت در این ولایت ها از 15 تا به 17 درجه گرم می شود. در بدخشان حرارت در جریان روز به 6 درجه می رسد. در دوشنبه و نواحی اطرافیان هوا آفتابی است و به گفته هواشناسان تاجیک حرارت در پایتخت کشور از 14 درجه بالا نمی رود. از روز 1 مارس در مرکز ملی تستی تاجیکستان مرحله اساسی ثبت نام داوطلبان تحصیل در دانشگاه ها آغاز یافت. مرحله اساسی تا 15 اپریل ادامه می‌یابد و در این مدت خواهشمندان برای اشتراک در امتحان ها نوابسته از مؤسسه‌های تعلیمی انتخاب کردهشان می‌توانند به یکی از نقطه‌های ثبت نام حاضر شوند و خود را برای امتحان ها ثبت نام کنند. در 31 شهر و ناحیه‌های تاجیکستان نقطه‌های دائمی به قیدگیری و نقطه‌های سیاری به قیدگیری تشکیل کرده شده است. داوطلب تاجیک حق دارد تا 12 اختصاص را انتخاب کند و در همین حال در تاجیکستان طرحی قرار آماده می شود که ختم کرده های بخش بودجوی دانشگاه های تاجیکستان را وظیفه دار می کند در جای تعیین کرده حکومت نه کمتر از 5 سال کار کنند وگرنه پول 4 یا 5 سال تحصیل از آنها ستانیده می شود که این در مجموع نه کمتر از 17 تا 20 هزار سامانی است. انتظار می رود طرح نو تا ماه می امسال برای تصدیق به حکومت تاجیکستان فرستاده شود. وزارت معارف و علم از چند دانشجو که از فعالیت در جایهای مقرر شده و به خصوص منطقه‌های دوردست سرپیچی کردند تا کنون جبران خرجی تحصیل را طلب کرده گرفته است. رجب علی سنگوف نماینده وزارت معارف روز 3 مارس به رادیو آزادی گفت داوطلب در مرکز ملی تستی سندی را امضا می‌کند که در صورت ختم دانشگاه وظیفه دار است طبق راه خط به جای پیشنهاد شده رود و نه کمتر از 5 سال کار کند. بعد از آن حق دارد جای کارش را عوض نماید. تلاش مقامات تاجیکستان برای به کار جلب کردن جوانانی که از حساب بودجه تحصیل کردند در حالی است که بسیاری از ناحیه‌ها از کمبود متخصصان از جمله آموزگاران و پزشکان اذیت می‌کشند. بنا به گفته وزارت تندرستی در تاجیکستان بیشتر از 3000 طبیب و پرستار نمی‌رسد. با این قرار نو حکومت تاجیکستان می‌خواهد کمبود متخصصان را در ناحیه‌های دوردست حل کند و یا حداقل خراجاتی را که برای تعلیم آنها خرج شده است جبران نماید. و جوانانی که در داخل و خارج تاجیکستان از حساب دولت تحصیل میکنند راضی‌اند با راه خط مقامات کار کنند، اما میگویند با معاشی که پیشنهاد میشود زندگی کردن مشکل است. برای مثال مزد میان آموزگاران در تاجیکستان تقریبا 900 سامانی یا معادل 96 دلار آمریکایی است. سفر ژان اسلبورن وزیر کارهای خارجی لوکزامبورگ و دیدار او با مقام‌های بلندپایه تاجیکستان لغو شده است. قرار بود اسلبورن روزهای 3 و 4 مارس به دوشنبه بیاید و با مقامات تاجیکستان ملاقات کند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی لوکزامبورگ روز 3 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت به سبب مشکل تکنیکی در هواپیما سفر وزیر را لغو کردند، ولی او از این بیشتر جزئیات نداد. قبلا مقامات وزارت امور خارجه لوکزامبورگ گفتند که ژان اسلبورن بعد بازدید از تاجیکستان با ازبکستان و پاکستان هم می رود. هرچند گفته می شد سفر ژان اسلبورن بعد دوشنبه مدت‌ها پیش طرح‌ریزی شده است، اما تصمیم رفتن او بعد زمانی راست آمد که شراف‌الدین گدایف یکی از منتقدان حکومت تاجیکستان و پناهنده سیاسی در هلند به طور ناگهانی در تاجیکستان پیدا شد. مقامات وزارت امور داخلی گفتند که گدایف با خواهش خود به وطن برگشته و از کرده‌هایش پشیمان شده است، ولی مخالفان در خارج ادعا داشتند که شراف‌الدین گدایف در مسکو ربوده شده است و او را زوراً به تاجیکستان فرستادند. بسیاری‌ها تخمین می‌زدند که اسلبورن مسئله گدایف را هم با مقامات تاجیک مطرح می‌کند، اما تصادفی است یا چیزی دیگر. لغو سفر ژان اسلبورن به بازگشت شراف‌الدین گدایف از تاجیکستان به اروپا راست آمد. گدایف روز 2 مارس از دوشنبه به شهر فرانکفورت آلمان رسید. وزارت کارهای خارجه لوکزامبورگ در مورد ربط داشتن تصمیم سفر اسلبورن به تاجیکستان و لغو آن به قضیه شراف‌الدین گدایف شرح نداده است.
نوید بامدادی رادیو آزادی است و اگر شما هم خبری یا ویدیویی دارید پس به ما بفرستید، تحقیق میکنیم و اگر خبر درست بود به شما با جزئیاتش میرسانیم. تلفن های ما برای تماس کدی 420 724 053 959. تلفن دیگر 420 724 056 681. با ایما، واتساپ و یا وایبر و تلگرام با هر کدام که خواستید میتونید با ما تماس بگیرید، بنویسید. دادستانی حربی به تحقیق مرگ الهام جان خدای بیردیف، یک سرباز تاجیک پرداخته است که اولی همین ماه در شهر راغون به هلاکت رسید. عارف نازیموف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 2 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت نسبت به مرگ این سرباز دادستانی پرونده جنایی باز کرد و تفتیشات را ادامه می‌دهد. او جزئیات پرونده را نگفت، ولی جسد الهام جان خدای بیردیف ساکن 20 ساله ناحیه دیوشتیچ قونچی سابق را روز 16 فوریه امسال به خانواده‌اش دادند و او خود همان روز به خاک سپرده شد. مراد جان خدای بیردیف برادر سرباز هلاک شده در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جسد برادرش آثار تیر دیدند و گفت تیر از میان دو ابروی برادرش گذشته و از پس سرش بیرون آمده است. آنها گفتند شخصی که برادرش را پرانده است حتما جزا میگیرد. برادر محرم گفت که در آغاز مرافعه در دوشنبه او را دعوت کرده و گمانبر در قتل برادر را به او نشان میدهند. یک نفر آگاه از روند تفتیشات در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیر خوردن این سرباز هنگام نوبت‌پایی در پاسگاه در شهر راغون رخ داده است. الهام جان خدای بیردیف 1.5 سال قبل به صف ارتش تاجیکستان جلب شده است. او در یکی از قسم‌های حربی راغون خدمت می‌کرد و تا انجام خدمتش در صف ارتش تاجیکستان 6 ماه دیگر مانده بود. در تاجیکستان خودکشی سربازان یا در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها در گذشته مشاهده شده است. بدرفتاری با سربازان را یکی از سبب‌های اصلی چنین حادثه ها می‌دانند. و در این فرصت برنامه رو میاریم به مسائل مهم بین المللی و سر میزنیم به سوریه که طبق گزارش‌ها نیروهای دموکراتی در آن کشور که از عرب‌ها و کردها عبارتند از روز یکشنبه 3 مارس به پاکسازی شهرک باغوز در ولایت دیر زور واقع در شرق سوریه آغاز کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز نیروهای ائتلاف دموکراتی با حمایت هوایی نیروهای آمریکایی و عملیات زمینی علیه باقی‌مانده‌های گروه داعش در باغوز عملیات پیش میبرند. در برخی از گزارش‌ها آمده است که امریکا برخی از مواضع‌ها را که احتمال می‌رود سران داعش در آنجا باشند بمباران کرد. بر اساس بسیاری از ارزیابی‌ها آخرین فرماندهان گروه داعش یا دولت اسلامی که پس از سالها جنگ‌های سخت زنده ماندند در منطقه باغوز پناه یافتند و جنگ‌ها را که در حالی که محاصره شدند رهبری می‌کنند. نیروهای دموکراتی سوریه از چند هفته پیش باغوز را محاصره کردند و عملیات می‌بردند. عملیات شام یکشنبه در پی خروج باقی‌مانده‌های غیر نظامیان که در میان آنها هزاران زن و کودک نیز بود آغاز شد. با گزارش دیدبان حقوق بشری سوریه حدود 300 تن از جنگجویان داعش با گروه‌های عبارت از 20 نفری جنگجویان خارجی تقسیم شدند. ائتلاف کردها و عرب‌های سوریه هفته گذشته ارزیابی کرده بودند که عملیات آنها پس از آغاز یک هفته ادامه می‌کند و جنگجویان داعش از منطقه بیرون رانده می‌شوند. داعش از آغاز ظهورش در سوریه در حدود 5 سال پیش هنوز بخش‌های از آخرین منطقه‌های جنگجویان خود را در این بخش دیر الزور حفظ کرده است. این گروه که در دوران اوج قدرت خود بخش کلانی از سوریه و عراق را زیر دست داشت پس از شکست در عراق از منطقه‌های وسیع سوریه نیز بیرون کرده شد و شکست آن از آخرین پایگاه‌ها در منطقه باغوز اهمیت استراتژیکی دارد. خوب برمیگردیم به تاجیکستان و دادگاه ناحیه رودکی یک مأمور ملیسا و کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی ناحیه را برای رانندگی در حال مستی که با مرگ یک نفر هم انجامید به زندان محکوم کرد. دادستانی کلی تاجیکستان روز 1 مارس خبر داد که غیرتجان قربانوف بازرس خدمات راهبانی وزارت کارهای داخلی روز 20 ایون سال 2018 در حال مستی ماشین برادرش را گرفته هنگام رانندگی در دهه سرکشتی ناحیه رودکی شوکت عزیزوف یک ساکن ناحیه را زیر کرده است. در نتیجه پیاده‌گرد هنگام انتقال به بیمارستان به هلاکت رسیده است. دادگاه روز 21 دکمبر سال گذشته غیرتجان قربانوف را برای چنین کارش
به 8 سال زندان محکوم کرده است. او بعد از آزادیش حق ندارد تا 10 سال دیگر رانندگی کند. و بیننده عزیز، حالا فرصتی آن رسید قرب سامانه در برابر ارزهای مهم خارجی را نیز یادآور شویم. بانک ملی تاجیکستان امروز 4 مارس قرب سامانه را چنین تعیین کرده است: $1 به 9 سامانه و 43 دیرم و 1 یورو به 10 سامانه و 74 دیرم برابر است. اگر روبل عوض کردنی باشد، در عوض 1000 روبل در تاجیکستان به شما 143 سامانی می دهند. خوب بیننده عزیز، نوید بامدادی را اینجا به پایان می بریم. هر خبری مهم دیگری که در جریان روز رسید حتما در برنامه خبری امروز به شما می رسانیم. برنامه مثل همیشه ساعت 5 به وقت دوشنبه شروع می شود و ما را مستقیم در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه azadi.org تماشا کنید.